سلام دوستای خوب و نازنینم، خوبین، خوشین، سلامتین؟ انشالله که خوب و سلامت باشین. شما رو خوش آمدید میگم به یک ویدیوی دیگه از خودم. دوستای عزیزم، همونطور که میبینین مادرم برای یه سری چیز میز فرستاد از افغانستان. بعد خواستم اینا رو ویدیو بگیرم برای شما بذارم ببینیم که مادرم چه چیزایی فرستاده. اینا رو البته زیاد بوده، بقیه مال خودشون برداشته، بعد به خاطر همون مال من الان جوری باز شده. اینا توی یه چیزی بوده، پلاستیک نمیدونم چی بوده. چند تا شال فرستاده عزیزای دل که بافته. حالا نمیدونم سر اینو بافته نزدیک بیارم ببینید. خودم خیلی خوشم آمد چون کوچیکه، قشنگه، میشه مثلا سر کرد. یه دونش هم که اینه، این کلا دورش کلا بافته. جان مادر؟ ای تو هم داری از اینا؟ آره بر دخترم هم فرستاده. مادر بزرگ. بله مادر بزرگ فرستاده. و یه دونه دیگهش میشکیه. این میشکیش خیلی قشنگه، خیلی دوستش دارم. این میشکی هم وسطاش اصلا هیچ گولی نداره، ساده، فقط سرش گرفته اینجوری بافته. اینجوری بیشتر دید داره، چیز خوشگلیه به نظرم. و چیز دیگه فرستاده که اینا رو با هم دیگه بریم ببینید اسمو نوشته. ببینیم که توی اینا چیه. ای دست مادر درد نکنه. چقدر زخم کوچیک بودم. عزیزای دل اینم از نزدیک. اونور دوربین خیلی دور بود، نمیشد خوب دیدن نمیشد. دست مادرم درد نکنه، دست خواهرام درد نکنه. سوغاتی وطنه. اینم شالی که برام فرستاده. این یه دونش واسه چی گل زده و دور بافته اینا رو قشنگ. بعد اینش ساده اصلا، فقط هم بافته، هیچ گول اینایی نداره، خیلی قشنگه، دستش درد نکنه. و این میشکی واقعا قشنگه. این خیلی ساده قشنگه، همه جا میشه اشیر سر کرد، با هر لباسی میشه ست کرد، خیلی خوشگله. دست مامانم درد نکنه. و این یک دونه دستمالم هست عزیزای دل. بازم مادر دستش درد نکنه. من خیلی ساله که مادرم بنده خدا رستن از ندیدم، اصلا نه من تونستم برم نه اون اومده. ولی بازم همینایی که برای من میفرسته خیلی خوبه، خیلی ارزش داره. چیزی که مادر بفرسته یعنی واقعا با ارزشه، با ارزش تر از هدیه مادر یعنی فکر نکن توی دنیا باشه. خدا همه مادرها رو، همه کسایی که مادر داره، خدا بالای سرش نگه داره.